اون چرا داده بالا چیزشو سویشرت بده پایین. کی گوزیده اونجا؟ سردشه. من بچه کجایین شما؟ الان که همه جا معتدله، زیاد سرد نیست. میدونم تو ماشینی، میگم بچه کجایین؟ کدوم شهرین؟ من تو رو یه جا دیدم. من تو ببین، من تو مینی چت قبلی تو رو ندیدم. همه دختر رو تور میکردی. تو همونی دیگه، درسته؟ آره بابا بذار یه 2 خانوم به ما برسه دیگه. بابا خسته نشدی؟ بابا ما اینجا نمیایم کس بازی کنیم، میایم شما رو ببینیم دلمون شاد شه. والا ببین داداش، بیشتر ببین، بیشتر دلت باز شه، بیشتر نگاه کن. آقا چرا انقدر نت تخمیه؟ آقا کیرم توی نت. قبول دارین یا نه؟ داش نمیدونی حرف بزنه بعد دیگه کیرم تونت کسکش من 190 قدمه. بلند میشم آقا بلند میشم. من نگاه کن، من نگاه 190 قدم. آقا به من میخوره سوسولی باشم. بابا تو با یخچال خونتون کلا 40 کیلویی. خب 40 کیلو هم درست، ولی قدم بلنده. ببین میرم باشگاه وزنم میکنم 50 کیلو. اون موقع بازم میای بگی این حرفو؟ سلام، چطوری خانوم؟ کیر دارم کسکش. خب کیرتو بده بخورم. چطوری ریشو؟ خوبی؟ این چه حرکتی بود؟ این حرکت تیرخوریه. کیرتو میدی بخورم. ولی خب آقا قبول کن دیگه، به قیافت میخوره از این آدمه باشی که بزنی بتر کنی. به قیافه من میخوره؟ آره. چرا هر چی میبینی اینجوری میگه؟ اتفاقا اینجوری هم خب نیست. داداش با این ریشا آدم میترسه دیگه. هیکلم ماشاءالله چهارشونه بزرگ. نه اون که هسته، چارچونه بزرگ هستن، ولی دیگه ربطی نیستن که میخوان کسی رو بزنن. اصلا بی احترامی رو دوست ندارم. خب مثلا یه نفر مثل من دلغک اومد مثلا به شما یه چیزی گفت، خب میزنیش دیگه. نه اتفاقا اونا رو میبخشم، ولی کسی که ادعای لاتی داشته باشه با اونا شاید، ولی با گیتار بزن. گل منو اذیت نکنین، چشاشو تر نکنین، بعد من دیگه کسی سمتش نیاد، چشاشو تر نکنین. بزن دیگه بابا کسکش. کجا در مینی؟ من داشتم حال میکردم. یا اول خدا های واتساپ. بیزا اشتریک کیرم تو لهجم، قبول داری؟ لهجم تخمیه، باید بیشتر روش کار کنم. نه داداش، این مدل مویی که زدی اونا رو پریشون ریختی پایین، همه میدونن داداش ایرانی ها فقط کار کنن. آره بده در همه رو میاد، عقب. نگاه کن در میاد از این پشت کسکشش در میاد. گایده منو، میخوام بزنمش ولی دلم نمیاد. داداش من دلم با حالت میسوزه، میدونی چرا؟ چرا؟ پنجشنبه شبه اومدی ایستگاه ملت رو بگیری. بابا زید نداری الان اینجا زیدت بودی؟ داداش بیزینس دیگه، خودت تا تهش برو. چنده؟ ما کرجیم اینجا یک میگیرن کسکش بدارم. نه من یه چیز دیگه داشتم میگم. من منظورم یه چیز دیگه بود. داشت بیزنس مهمتر از خانوم بازیه. این که بیام یوتیوب محتوا تولید کنم و درآمدزایی کنم خیلی بهتره تا اینکه با خانوما بازی کنم و اونا با احساسات من بازی کنم، من با احساسات اونا بازی کنم. گرفتی اصلا چی کی با میگم؟ استفاده شما بازی کرده؟ بگو بریم بالا سرش. هی داش
ای بابا این دنیا دیگه درد نمیخوره. داداش دلم پره. سلام چطوری پسر؟ اون پسر خوشگلی بود. اون پسر خوشگلی بود. این پسر خوشگلیه. قدر اینو بدونید. قدر اینو بدونید. داداش این بچه خوشگله، اینا قزوینی. باشه داداش من قزوینی خوشگل نمیشه. نه داداش خوشگل میشه ولی خوشگله هم دوست داره. مخصوص تو یکی دمش گرم. شاد رنگیه داداش. آره دوست داری؟ خیلی داداش بگیر اونور. بگیر سمت خود. من میخوام با تو صحبت کنم. با این صحبت نمی کنم من. میگم اینا خطرناکه این قضیه. آره داداش یه سمت اون نگیر یادمت گرم. چششو دار نکنید بعد من. چرا عصبانی کسکش؟ چرا عصبانی؟ جیگر چی شده؟ مشکل تو به من بگو. چطوری؟ خوشگل جون چه لبخند زیبایی داری پسرم. صحبت کن بامون. صحبت کن. گاز نمیگیرم. صحبت کن. خوبی؟ نه بیادب نشو. نه بیادب نشو. فوش نده. بیا مثل دوتا مرد صحبت کنیم. خب حرف بزن دیگه. تو موقعیتی نیستم که. چرا تو موقعیتی نیستی؟ بالا سری داری؟ آره باشو بزنش. ببین $100 خب معادل تقریبا 5 میلیون بهت میدم اگه پاشی بری بزنی تو گوش بالا سریت. حالا هر کی میتونه باشه، خالت باشه، عمود، داییت، مامانت، بابات. خب پاشو برو بزن تو گوش بابات. بهت $100 میدم آقا. دروغم نمیگم. من آدم معتبریم. همه منو میشناسن. نمیشه؟ میل خودت. $100 پرید دیگه. به من چه اصلا نخوا. از کندار میزنه. دلم سوخاجی. حالا شماره کارت تو بده. یه $50 همینجوری برات بزنم چون پسر خوبی بودی. شماره کارت تو بده. داداش یه لطفی میکنی جونم بگو. خیلی تنهام. دوست دختر میخوام. میخوای دوست دخترت چم؟ آره. نه چرا؟ من خوشگلم ها. تا حالا نداشتم. خب چند سالته؟ 16. خب داش باید بذاری سنت بره بالاتر دیگه. قربونت برم. الان که موقع دوست دختر نیست. بعدشم از دوست دختر هیچ چیزی گیر آدم نمیاد. خب این دارم به عنوان یه برادر بزرگتر بهت میگم که کون این کارا رو پاره کرده و همه جورش رو دیده. خب یه حرک. خب داشت تنهایی که برو چه میدونم رفاقت دوست پیدا کن. برو خیابون بازی کن با بچه ها. برو تو تلگرام کل کن. خب اب نداره. شماره‌تو بذار. من هر کی تو چنلم بود میگم بهت زنگ بزنه. آقا یه دختر خوشگل به این پسر گلمون زنگ بزنه. اینتراکشن برقرار کنه و یه رابطه سالم. اوکیه؟ میتونم بهت اعتماد. آره بابا داداش چرا نمیتونی؟ بذار شماره‌تو. بذار نترس. خب گذاشتی. الان این شماره‌تو خب به عنوان خاله پخش میکنم. کسکش دنبال هیزبازی در میاری. آره دنبال دخترای مردم میاره. باشه ببین این شمارت الان قراره همه جا پخشه به عنوان خاله. دیگه خودت میدونی دیگه. یهو دیدی مثلا یکی کلفتم اومد بالا سرت زد گایید تو انداختت اون ور دیگه. ای کسکش. تو کسکش تر. نه شوخی کردم. شماره اصلی تو بذار میگم دخترها زنگ بزنن. ولی یاد گرفتی اعتماد نکنی دیگه. حالا برو به سلامت.